خب سلام علیکم برادر، خوش آمدید به برنامه صدای مردم. بفرمایید شما در پخش زنده قرار دارید. سلام علیکم اکا. علیکم السلام. اکا یعنی میشه که در پخش مستقیم وای کنید؟ بله شما در پخش مستقیم قرار دارید. اوز پخش مستقیم وای نکردیست، نشان ندادیست یا که وایش؟ نشان داده صاحب، بعد پسانتر نگاه میکنید. بفرمایید. همین یک معلومات تمام خوسته هم از همین وای رسانه و همین مردم موجی. خب الو خب همین شما از مسئله های همین مهاجرا صحبت میکنین. خب همین همه مشکلات هایی که مثلا همین مهاجرا دارن در حقیقت درست است که مهاجرا مشکل دارن، ولی همین روند مهاجرت عموما شما همچون یک مصیبت ارزیابی میکنین. و فکر همین خیلی خطا است، چون که روند مهاجرت در تمام دنیا رایج است. از جمله ما هم همین در مهاجرت میریم. این حال در تاجیکستان قرار داریم، ما در ناحیه وحش، من سیغفران طیب و از ناحیه وحش. همین شما خوب بدونید که مثلا قوه کاری را در حدود هر یک کشور بازار مهنت معین میکنه، چقدر طلبات دارد، مثلا چقدر به جای کار ما نیاز داریم. امروز شما خوب میدونید که مردم تاجیکستان شکر خدا ما سرفرزندیم، قوه کاری ما خیلی زیاد است، ما خواهیم نخواهیم به مهاجرت میرویم. چند فایز مردم تاجیکستان مردها یا که قوه کاری تشکیل میکنه؟ اکنون شما مسئله دموگرافی قطعی سر کار میگیرین. ما اگر از مثلا زن و مرد باید جدا نکنیم، همه قوه کاری است. اصلا عادتا قوه کاری مرد میشوه. خب متخصص کادرها یا که کسایی که قوه کاری میگن مرد حساب میکنن در جامعه، در دنیا هست. من نفهمم که در تاجیکستان ما قوه کاری زن و مرد میشه. با اندیشه شما زنها قوه کاری شده میتونن، اما با آن اصولی که امروز زنهای ما قوه کاری هستند در یگام دنیا نیست. مثال زندی کار بازار، یعنی مردی کار بازار. ما میدونیم که مردی کار بازار یعنی مردهایی که در بازارند. من شما قطعی بحث کردن یا مردی کار بازار یا اینکه زن جای زندی کار بازار همونجا مثال زنهای میروند که مثال خیلی بیچاره یا که مردهای میروند که اختصاص ندارن یا که متخصص نیستن یا که به سببی که مشکلی در کار دارن میروند خیلی بازار دا میروند کار میکنن. یکم جای تن و آرش نیست و اگر بازار مهنتی داخلی پر کشید میخوایم قوه کاری به خارج برود. مثلا چند فایز قوه کاری ما در داخلی تاجیکستان کار میکنه؟ یک دقیقه بیستا همین رو یک دقیقه برادر گرامی التماس یک دقیقه، مگر همین از روی مردی است که بعد همین روند مهاجرت گرفته یک فاجعه ساختن. حالا که ما مهاجرت این گفتیم که روند طبیعی است، ما میخواهیم نمیخواهیم قوه کاری زیاد که شود میرود، لیکن من یک دقیقه برادر یک دقیقه صبر کن. شما با حیثی کی مقطع شما بحث کنید؟ متخصص کدام بخش که من با همون زبان شما گپ زنم؟ من برادر گرامی من مهاجر موزی در ناحیه وحش قرار دارم. خب اینم مهاجری. شما نگفته که در برای من یک مهاجری آلمانی بیار که در روسیه میروه، منظرت میخوام دستخانه یا که حاجتخانه اروس تازه میکنه، یک تمتری آلمانی، انگلیس، فرانسوی، ایتالیایی میابی. روسا گوش کنید شما. روسا میرون، همون گرمانیا و فرانسه شما میگین روسا میرون، اونایی که مثلا ما بررسی میرویم روسا میبیان در اروپا یا در اروپا میبیان دستشویی نمیسا رو تازه میکنن، توالتشون و ونشون میشورن بعد از میبرن اخلاقشون میپرتن. همین خیاست؟ انا مشکلی دارن. انا اگه جلوی یک مردک کلان
بیا یک بار آلمان من در آلمان 3 سال زندگی میکنم من تا امروز ندیدم یک مهاجری که رود توالت کدام نمی صبر که نه یک دقیقه بحث کردی صحبت کردی بس ما بحث نکردیم من میخوام فکر شما رو یه بار بگم درست است که ما میریم کارهای وزین در روسیه میکنیم برای چی با کارهای وزین ما میریم مثلا سر کار میگیریم برای اون که متخصص نرفته سیم اگر ما دکتر شده بریم مثلا یا که مهندس بشیم یا معلم همون یکم فنای دقیق شویم در فدراسیون روسیه بریم با همون قانون همون دولت رعایت کنیم و با قید مونیم و پاتنت بگیریم دیگر بگیریم هم معاش خوب بگیریم هم نه لیسانس کارمون داره نه یکم بگیم که حکومت دار لیکن وقتی که ما میبینیم بچه‌ها را در پیش چی می‌خدم میبینیم برای چی همه قوای کاری برای چی در تاجیکستان استفاده نمیبریم قوای کاری را برای چی انا حضور رحمت برادر عزیز من بنام میگم که تاجیکستان با میگم که تمامی همین کارخانه و زواد و فابریکا و با همین قیدگاه بسازیم همگی با 3.5 میلیون یا 4 میلیون قوای کاری احتیاج داره ما نمیتونیم این زیاد به جای کار تامین برای چی نمیتونیم مشکلی در چی است نه برای چی نمیتونیم چرا زیاد نمیتونیم امکانیت طبیعی ما خیلی امکانیت طبیعی نداریم خب بیا ما دنبال کارخانه و زواد و فابریکا نمیریم دنبال عادی ترین چیزی که در داخل تاجیکستان کشوری اگراری برای چی ما آرد کارتوشکا پیاز روغن دیگه از خارج میاریم برای چی زمینای ما کار نمیکنه مشکلی در کجا است چرا مهاجر نرود در زمین در دهقانی کار نکنه و میرود در روسیه سخت‌ترین کار میکنه با معاش ناچیز نرود هیچ که مجبور نکرده است که برود زمین گرفتگی سهمش گرفتگی خودجگی دهقانی گرفتگی نلاگ چیکار میکنن در اونجا چرا یک بار انداز یا که نلاگ تاجیکستان قیاس بگو با کشورهای بالاترین اروپا نگاه بگو فرقیت میدونی چقدر زیاد است قیمتی را میدونی که یک هکتار زمین از یک دقیقه از نگاه شما همچون یک جوانمرد از نگاه شما یک هکتار زمین باید چقدر اندازه‌بندی شود وقتی که شرکتی داماد رئیس جمهور نمیسپره باید اصلا نسپره دهقان ما جواب میتم زمانی که کارخانه های دامادای رحمانوف کارخانه های رستم رحمانوف کارخانه های آزاده رحمانوف انداز نمیسپرن باید دهقان انداز نسپره گپ نمیبرم قانونی است قانون کشور صبر که قانون کشور میگه که نه صبر که زیادی بد نرفت وقتی دولت به انداز نمیشه برای چی دامادی رحمانوف انداز نمیسپره وقتی دولت به انداز نمیشه برای چی دامادی رحمانوف انداز نمیسپره بچه پارلمان کشور بس در پارلمان کشور پارلمان کشور همون محصولات و همون تکنولوژیایی که امروز برای تاجیکستان لازم است در کره همون را رستماش کرد سبکتر کردگی که وارد شود تکنولوژی چرا فقط همون چیزایی که بر رب به اولای رحمان زوره از همون نفر سبکتر است برای چی از خودت از من سبک نیست برادر گرامی خودت بسیار اشتباه میکنی سهو میکنی این فکر خودت همین ما در بالا در مسئله راه دوشنبه خوجان صحبت کردم صبر که در بالا همون راه 10 سال شده یک دینار انداز در بودجه کشور نمیسپره برای چی شما همین معلومات از کجا بگیرید معلومات از داخل پارلمان کشور وکیلان پارلمان بحث کردن باز هم این سال از انداز آزادش کردن رسمی از این گپ یگام کمپینی کوچه نیست زاچ پارلمان کشور کمپینی کوچه است وقتی که حرفی مرا میگن گپی زاچ پارلمان کشور دا 4 تا کمپینای غیبچی نشسته نه پارلمان کشور هیچ وقت یگام چرا به اساس از اندازمندی آزاد نمیشه همین راه آزاد کرده است برای چی همین راه همین شرکت ایرسی را آزاد کرده است انداز نمیسپره به بودجه کشور دنیا میدونه بچه ایرا تو این کار کردن نمیتونی این کار نکن میشه صرف خطا بکنی فقط همین ما یک چی بگم اگر مبارزه بردنی باشین مبارزه میشه خیلی با کی میبری چی میبری من نمیدونم خودت کی خفه شدگی چی من از هیچ که خفه نشدم چی داری این پرابلم ایت لیکن التماس میکنم که همین مهاجرای بیچاره را شما این قدر
چی بگم همین سرشون هم خیلی تونتین التماس همین بیچاره خچار میرون به عذاب کار میکنن روزشون هم میگذرونن اومده ایستن پیش زن فرزندشون اومدن یعنی شما با انا با همین سراشون به هر خیلی گپی پوچ و چی یک بار همین چیزا رو خودت نمیدونم من کلان میده اینه که ما خوب در یاد داریم به نام خدا قسم برای نان سال همین 92 93 اینم خیلی انا خیلی رنگی خودت ای بیا من خواهش میکنم میگه کی تو زی نسل جنگ و چوری من زی نسل دیگرم برای من هیچ فرقی نداره که سال 92 95 بگو چون من ندیدم بستو من در یه دقیقه من در انتظار خلیب نبودم من در انتظار خلیب نبودم در انتظار نان نبودم من کاری ندارم همون سال 92 و 97 همین رحمانوف با لشکرش آوردگی است میفهمی همون ملت من نکشتم ملت رحمانوف کشتگی است خب درست میگوی رحمانوف اومد دولت تینج کرد رحمانوف اومد ای نکیمیا مردکی کلام نمیدونم چند سال داری ای مردکی خوب ای مردکی خوب ای مردکی خوب جنگ ای مردکی خوب یه دقیقه صبر کن یه دقیقه صبر کن ای بچه جنگ ای رحمانوف 30 سال شد رو برای بچه ای مردکی خوب یک دقیقه ای خوب میکردن اما همین خیلی نومردی نبود در همون وقت ساعتش بچه این چی نومردی امروز در همون سال جنگ کودکی دو اینا با خود خیلی با همین بچه ها رو هم خیلی میکنی خیلی بچه ها خوشون در جوشه میگن همین میخیزن مثال یک کاری همین وقتی که عقیدت تشید تفریقه میشود گروه بازی میشود با جنگ میشود با قولی و بچه هایی شدگی نیستن پدراشون که گفت زنن همی گفت رد پدراشون گفت زنن که چه روز دهشت و وحشت و گشنگی را سر گذرانده بودیم نون گفته جان دادگی بودن نون گفته مادرای ما کودکاشون هم رو بدن در بازار سودا دمونده بودن که یک ای بود کدی ای بچه بود کدی در همون سال صبر که صبر کن من خاموشت میکنم صبر کن ای آواز تا بگیر ای مردکی خوب در همون سال 91 و 92 میگوی زنها کودکاشون میبرند میفروختن همین سال همون خواهرها و زنهای تاجیک امروز میبرند در اجنبی در آغوش اجنبی خواهی کنی ناموسی تو از کدام سال 91 92 برای من مثال میاری کدام سال 91 92 مثال میاری امروز زنی تاجیک به خاطر 2 دینار میره در امارات تمام شخصیتش میفروشه در عرب در قطر نمیدونم در روسیه در ترکیه امروز زنی تاجیک فاحشه است از کدام سال 91 92 برای من مثال میاری زنی تاجیک در آغوش افریقایی هم است در آغوش آذری هم است در آغوش ارمنی هم است در آغوش ترک هم است در آغوش روس هم است شرم نمیکنی تو امروز در آغوش نمیسا خوابم با تو کدام ناموس هم نمیاری کدام سال 91 92 میگوی کدام علم و تکنیک میگوی کدام حکومت میگوی کدام جنگ میگوی یا مردکی کلان یکن ترک شرم بکن کدام نانش هم میخره دهن مردم نانی خوردن نداره برای مگزین میروه یک دانه تخم میگیره میفهم یک دانه تخم من نام خدا قسم همین گپ اساس نداره مردم شکر خدا رو یه بریدن اون شایفته خورده سای دیگه میشین که مردم ای باور که تو گوش که به خاک به گپ زنیم که به سگ مردم گوری گپ زنیم همین وقتی که درباره مادرها و خواهرها گپ میزنیم میگیم که شما گفته سه که سطرشون ایسرشون گرفته همین مثال خودت بیبی تدیدگی بله همین بیبی سطر نداشت روسری همون تاجیکی داشت صدر داشت روسری داشت نمالی داشت که میپاچد فوق من در مسئله ریش و صدر ایجاب بحث نمیکنم مرا گوش کن زیاد بعد داخل نشو مسئله صدر ریش ایجاب ولی تو ولی با اوجه نرسید در این مسئله بحث بکنی تو همچون یک مهاجر در اومدی صبر کن همچون یک مهاجر در اومدی خواستی از مهاجرات دفاع بکنی آماده ای آشکار از مهاجرات دفاع کنی یک زبان بلبل برای میخونه آماده ای آماده ای آشکار از مهاجرات دفاع کنی همچون یک عضوی همین ملت آماده ای نفهمیدم گپ شما همچون یک عضو همچون یک نفره که طرفدارا از مهاجر میکنی آماده ای آشکار از هم مهاجرات دفاع بکنی
сайғуфрон таибов аз ноҳияи вақт ҷамоати деҳоти бисёлагӣ деҳаи пахтакор бо паноҳӣ гап зесам видеои видеоиш чӣ хеле айбо видеоиш намедонӣ видеоиш намедонӣ чӣ хеле тавассути навор мегаванд ака мешинӣ ман бугум таихе мешинӣ телефона рӯ паруд мемонӣ аз ӯ тараф як кас мебината ана ҷура ту дар ҷойгоҳи гармак ховӣ даҳон ӯ сартарин шаҳри русия ту касе ки аз муҳоҷир дифоъ мекунӣ ӯ нафар гишнагӣ дар мурдагӣ дар 40 градус хунукӣ дар шаб кор кардесай ту парвои дунё надорӣ муҳоҷират омадагим хеле ту хеле гап назан мо ҳама рӯзона солҳои 96 97 дар Россия азобоша кашидем баъд фаҳмидем ки чӣ бояд кунем дар Россия чӣ бояд кунем дар Русия чӣ кор мекардӣ дар Русия чӣ кор мекардӣ дар Русия чӣ кор мекардӣ хай дига ту ки номуси ҷуро амиқа будааст номусуд амиқа будааст ки бояд тоҷик буравак саломат бош ман намехоҳам вақтма зиёд зоӣ бикунам дар ин масъала ту аслан ҳамин қадар номус доштае ки бояд тоҷик биравам ман намедонам дастшӯи урусам тоза кардам ай афғонам шарм бикӯ айб бай айб намешармӣ изо намекашем мо ҳамчун як миллате ки мо мегӯем фарҳангу тарих дорем омадем ман и азобшам кашидам ӯ азобшам кашидам бо мехоҳӣ ки насли дигар мисли ту азоб бикашад камтар мардак шавем камтар инсон шавем камтар дар рамкаи инсонӣ зиндагӣ кунем ҳабаша то и андоза омадем пас рафтем нада мо нама муҳоҷирам чӣ хеле ҳастан зиндагиам барои нон рафтам чаро муҳоҷир дар тоҷикистон барои нон кор накунад кани завод кани фабрика аз қувваи корӣ аслан марг аст ки нерӯи асосии қувваи корӣ аст мутахассис аст ҳамаш дар хориҷанд